بسم الله الرحمن الرحیم. این پرنده رو که در این فیلم میبینید در حلقات محکم و جدا ناپذیر بدن این مار قرار گرفته و هیچ راه نجاتی براش متصور نیست، اما ناگاه الله حکیم و سمیع و علیم لشکر مورچگان رو به سوی این مار به سرعت گسیل میداره و میفرسته تا سبب رهایی و نجات اون پرنده بشه. این رو بدون الله کاملا این توانایی رو داره تا تو رو در هر شرایطی از چنگال شرارت، خیانت و دشمنات نجات بده، به شرط اون که فقط بر الله توکل کنی و امورت رو به اون واگذار کنی. خداوند ما را از کسانی قرار بده که آنگونه که حق توکل بر تو توکل میکنند. آمین.